چه نتانیاهو چه اروپایی‌ها همه به دنبال این بودن که تحریک بکنن، تفرقه ایجاد بکنن و تجهیز کردن و یه عده مردم بیگناه رو با این جریان همراه کردن و ریختن تو خیابونا و تهییج میکردن که باید این مملکت رو همان گونه فرمودن تیکه تیکه کنن، دعوا و نفرت بین مردم ایجاد کنن، تفرقه درست کنن. در هیچ اعتراض معمولی اجتماعی تفنگ به دست نمیگیرن، نیروهای نظامی رو نمیکشن، آمبولانس آتیش نمیزنن، بازار آتیش نمیزنن. معترضان ما باید وظیفمونه بشینیم گوش بدیم به حرفاشون و دغدغه هاشون رو موظفیم که حل کنیم و آماده ایم گوش بدیم، آماده ایم با اونا، وظیفمونه با اونا بشینیم و مشکلات رو حل کنیم. اما همه میدونن مسئله فقط اعتراض اجتماعی نبود، سوار بر مشکلات ما شدن، تحریک کردن و به دنبال این بودن و به دنبال این هستن که جامعه رو شقه شقه کنن.